رهایی از دست طالبان و جنگجویان داعش که در دهه این مردم بیشتر از 50 نفر را کشتند. جنگجویان بعد اشغال روستای میرزا اولنگ در ولایت سرپل بیشتر از 300 نفر از جمله زنان و کودکان را اسیر گرفتند و 235 نفر را بعد از مدت رها کردند. ساکنان رنج کشیده حال و عصبانی هستند که چرا نیروهای حکومتی سری وقت به کمکشان نشتافتند. دولت برای ما تابوت جور نکنه، کفن جور نکنه. دولت باید امنیت ما را بگیره. این چه رقم دولت است؟ والدانی که کودکانشان را ندیده بودند بعد فراق کوتاه هم اشک خود را نگه داشتن نمی توانستند. اکثر این مردم شیعه مذهب هستند. دهه آنها را جنگجویان طالب و داعش روز 5 اوگوست اشغال کردند و به گفته شاهدان دهان نفر را یا سر بریدند و یا پراندند. 100 نفر دیگر در اسارت جنگجویان ماندند. بچه ما را برده، بچه 26 ساله پات خوانده، ما برای عزیز قربان توی میکردیم. برای عزیز قربان بچه ما امروز در اکش گم است. رهایی مردمی آسایشته بعد آن صورت گرفت که مقامات امنیتی افغانستان عملیات برای رهایی روستای میرزا اولنگ در سرپل را تقویت دادند و نیروهای علاوگی سفربر کردند. اسرایی که در میرزا اولنگ گیر مانده بودند در اثر تلاش‌های مقام ولایت و پادرمیانی بزرگان قومی اونا آزاد شدند. در مرکز شهر برای فعلا اونا در خانه‌های اقارب و مساجد و منابر اینا مسکن گزین شده. کمک‌های اولیه برای از اینا صورت گرفته. در حال حاضر یک تعداد نیرو هم به وارد ولایت سرپل شده. وعده‌های حکومت هم داره عملی میشه و به زودی انشالله که عملیات بازپسگیری در منطقه میرزا اولنگ راه اندازی خواهد شد. مردم در افغانستان وقتهای اخیر حکومت اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را تنقید میکنند که نمیتواند امنیتشان را تأمین نماید.